چرا من کرده رویست؟ موسی علیه السلام یکی از جمله نکات مشخصشی بود، همیشه نصرت مظلوم میکرد. در ذهنش گشت که نمی دخترکا مستضعف است، این مردم ها زوراوری میکنه، رمی خدا پیش میکنه، این دخترکا زور نداره، از همون خاطر پیش رو سوال میکنه. قال ما خطبکما، حال شما چیست؟ چرا مالی تا را منع کرده رویستی؟ چی وقت آورده و تا حالی آب ندادی؟ قال تعالی نسقی، ما آب نمیدیم مال خدا حتی یصدر الرعاء، تا ای که باز بگرده کل چوپانا امروی مالای خود. خواهرای یاد داشته باشه حجاب چی را میگه، اختلاط زناب امروی مردا چی رقم است. او دختر است از یک آدم دین دوست، دخترای آدم دین دوست است. بعضی شعیب علیه السلام میگه نه، شعیب علیه السلام نیست، یک آدمی متدین است، بچه نداره، دو دختر داره، خودش ضعیف است، مال آورده نمیتونه. موسی علیه السلام سرش انتقاد میکنه شما را چی شده که مال میاری داود دادن، چرا دیگه کس نداره؟ دخترکا اعتراف کرد که نه بیادر نه کاکا هیچ کسی هم نیست، نه مزدور، یک پدر داریم و ابونا شیخ کبیر، پدرم ضعیف است، در سن سال رسیده که مال آورده نمیتونه. انتقاد جواب داد. دخترای آدمی متدین نمیخواه که در بین چوپانا مالشان قطعی شوه، سببی دوان شوه، آلی بی پرده شوه، اختلاط قطعی چوپانا بیایه جدا، تحمل مشقات میکنه، تکلیف سری خود میکشه، لیکن در بین چوپانا داخل نمیشه. او خواهری گرامی، با کدام نیت چرا تو هوا و هوسی تو را بالا گرفته که دکتر صاحب میشم، دکتر صاحب میشم، میری در بین بچه ها در پوانتونا کدام گپ نیسته، سرنوشتی در کجا میره سراستی تا بگو، مسئول استی یا نه؟ شما را به الله قسم او خواهرا در جایی که کار میکنی، در دفتر و در کدام مرکزی تعلیمی که درس میخوانه، از ما سوال نکنه، خودتان فتوا بده که براتان مناسب است یا نیست، عزت و آبرویتان مسئول است یا نیست. روزانه چند دختر گریان میکنه از دستی بچه، از دستی فساق. این حکومت هم همینطور زمینه را مساعد میسازه. آزادی است، بی حیایی باید در اوج خود برسه. پیش براتان گفته بودم تا که سنی خورد داره، صنف اول 2 3 4 5 6 باید مکتب دخترها علایده، بچه علایده باشه. زمانی که در سن جوانی برسه هر چیزشان حالی دیگه باید در یک چوکی بچه و دختر بشینه. یک خواهر مرا میگه ما را در یک چوکی شانده بود، گفتم استاد ما دخترای علایده میشینیم. بشی، این پانتون است، حالی پانتون است، نعوذ بالله جای بی حیایی است. استاد امر میکنه این پانتون است، صرف دختر به خاطر حجاب ناکام میکنه. نشوده خواهرا، نشوده میتور گپ، بالکل شوده. اینی وطنی ماست. باز میگه افغانستان خوب متدین مردم است، یه طور دینداری که در هیچ است دیگه جای نیست. بیا حجاب میکنی آنی، اختلاط باید نباشه. دوم درس بر ما میده زمانی که ضرورت باشه بالکل زن برآمده میتونه. در شریعت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم میطور است. زن به خاطر فراگیری علم فرض بالکل برآمده میتونه. زن به خاطر کار و بار روزگار در زمین خود در یک خانه دوری خود بالکل میتونه. در زمان صحابه زنان صحابه میرفتند در زمینا جمع میکرد خرماها را، پندکی را در سری خود می آورد. اسما رضی الله عنها پندکی در سرش بود که رسول الله سری مرکب سوار آمد، پندکیش گرفت، اسما رضی الله عنها را در سری مرکب سوار کرد. لیکن شریعت برات میگه که هر جای میری به خاطر ضرورت، در زیارتی کسی میری، در ملاقاتی کسی میری، سودا میگیری، در علم میری، در درس میری، در هر جایی که میری شریعت سری تو چی را لازم کرده؟ حجابه. چی را لازم کرده؟ حجابه. پتلونای قید، لباسای شفاف، لب شیرینام زده شود، در دفتر بره، خنده و مذاق هم شروع باشه. خواهرم نه نفقیت سر شوهر است، به نزد الله متعال هیچ عذر نداری. الله از پیشت سوال میکنه چرا برآمده بودی در دفتر کار میکردی؟ چرا برآمدی؟ گفته نمیتونی که نفقه پیدا میکردم. تو بدا مخته کردی شوهریت، پودری شده، تمام روز سوداها را تو خرید آوردی. مرد تو نموندی که میرفت محنت میکرد، کل سودا را تو آوردی، اسباب خانه را تو آوردی و آخر رفت پودری شد، از دست تو پودریم شده. چرا که پیسیش تو پیدا کردی.
از اول نان و نفقه سرزو می بود، در روزگار گیر می بود، وقتی پودر کشیدن برش پیدا نمیشد، وقتی شراب نوشیدن برش پیدا نمیشد، مصروف می بود در کار. تو گرفتی شد. ما نمیگم که کار نارواسته، لیکن شریعت برات پرده را گفته. در کدام دفتر و دیوان همیالی پرده است؟ در کدام مرکز پرده است؟ برای ما بگوی. خودتون مبتلا هستی. من این حکم نمیکنم، حکم الله متعال است. او دخترها برای کار برآمده بودن بنابر ضرورت، اما با حجاب، حتی اختلاط با امرای مردا و زنا را نمیکرد. حالی تو در لیسه مریم میری، سودا پیدا میشه در کلوله پشته، او تو میری در لیسه مریم. چرا؟ چی ضرورت است؟ سودا پیدا میشه در کوټی سنگی، او تو میری در سینمای پامیر، به خاطر که اونجا اختلاط مرد و زن زیاد است. چرا اینطور بکنی؟ از این دخترای یک آدم متدین یاد نمیگیری؟ فسقا لهما، موسی علیه السلام امدادی مظلوما را میکنه، مردمای ناتوان عاجزه. این جوانا برای شما درس میده، در راه مواجه میشه، در موتر مواجه میشه، دست چوکی نشسته، ای خواهر برآمد، پیچ سفید است، اشتوک در بغلش است، دستی از پیچ چوکیت بخیز، خواهر صدا کو بیا بشی، خودت پشتی سر برو، احترام کو، نصرت کو، امداد کو. درس است داستان، یا طور نیست. موسی علیه السلام مسافر است، منزل کده 8 یا 10 روزه منزل کده، سخت زله و زخمی است، لیکن دید زنا اینمی قسم است، وقت هم سرش تیر شده، او خود نمیخوان که قطی مالای دیگه یک جای شوه، قطی چوپانای دیگه نزدیک شوه، دور خود گرفته. موسی علیه السلام آب برش داد، نصرت کرد، باز لگی و خستگی خود. از ما کار کی پیدا میشه که یکشن جوان بکار است، موبایل بکش از دروغ، در اینجا میگیره بیرون میبره، بگریز که نمیگریزی. کاری دین پیدا میشه، کاری که خدمت دین است پیدا میشه. ما اون مطور هستیم. در قرآن که آمده 6 درسای قرآن یاد بگیره که قرآن چی درس ها را براتان یاد میده. همشیرای موسی علیه السلام بود، اقارب موسی علیه السلام بود. از مصر آمد، آدم مسافر است، غیرتش سری او دختر آمده، غیرتش سری او دختر است. ما سری هموطن خود که میشناسیم، سری همسایه خود غیرت نداریم. داریم؟ ما غیرت خود چی میکنی؟ خودی ما سبب فسادی دختری همسایه میشیم. خودی ما. کدام است؟ تعلیمات و اخلاق موسی علیه السلام کدام است؟ فسقا لهما، نوشان برای هر دویشان یا به خاطرشان. ثم تولا، بعد از بازگشت موسی علیه السلام الی الظل، چون خسته و ذله بود در سایه. انبیا علیهم السلام در هر حالت تمام مشکل خدا، مصیبت خدا به الله پیش میکنه تا که الله راه ها را برش آماده بکنه. ما به مخلوق توجه خدا میگردانیم، انبیا علیهم السلام به خالق. فقال، گفت ربی انی لما انزلت، پروردگار ما برای آن چیزی که تو روان میکنی الی به سوی ما، از کدام نعمت راهنمایی، من خیر، که خیر باشه، آن چیزی که به منفعت ماست تو روان میکنی الله متعال. فقیر، خیلی محتاج هستم الله، بسیار احتیاجات دارم که دسترسی مشوه، مانده و ذل هستم. انبیا علیهم السلام سوال نمیکنه، گداگری نمیکنه، به الله دعا میکنه که الله زندگی عزتمند برش نصیب بکنه. ببینه که چه رقم عمل نیک چی ثمره داره. عمل نیک تو عمل به خاطر رضای الله انجام بده، الله دنیایت هم درست میکنه. موسی علیه السلام اراده نداشت که در اینجا زن پیدا شوه، خانه پیدا شوه، کاشانه پیدا شوه. موسی علیه السلام در فکر ازی بود که محض فقط یک جای شب کسی برای من بده، یک چوت نان، یک کمی چای مای بخورم که کمی زلگی ما رفع شوه. لیکن کدام عمل نیک که به خاطر رضای الله دادی؟ آلی دیگه بیبی دخترها رفته به پدر بیان کرده که اینطور جوان بسیار قوی امین جوان است، بسیار قوت داره، الا پدر ما و شما ضرورت داریم به نوکر الکی بگیریم شه. لیکن زمانی که موسی علیه السلام میره و اینجا با طریق اجرت نمیگیره، مشخصات موسی علیه السلام به این شخص نمایان میشه، میگه یکی از دخترای خود به نکاح میدم. 10 سال میشه، مادر رو بگوی همشیره پایایش خونی پایایش خوش شد، یک منطقه را نمانده، پشت خواستگاری میره، کسی نمیده. کسی نمیده. چرا نمیده؟ موسی علیه السلام ولی عمل کردای
خیلی مهمی تو مشخص برای مردم نشده، الگوی اخلاقی تو تعالی را در بین مردم نمایان نشده. وقتی الگوی اخلاقی تا در بیرون مردم نمایان کو، سری تو جنگ است. 10 نفر جنگ میکنه که من دختری خدا میدم، او میگه من دختری خدا میدم. خب ما جوانا لچک نعوذ بالله، زنجیر در گردن ما، گوشی در گوشی ما، نماز نه، زنجیرک در دست اینطور در سری راه استاد شو. خیر تو را چطور مردم دختر بده؟ میده. موسی علیه السلام عمل نیک انجام داده بدون از اینکه اجیر شوه مزدور شوه. خب دختر پیش میکنه، ولی بیا دیگه قرآن چی برای ما میگه؟ اثرات اعمال نیک چی میباشه؟ اعمال نیک اینطور اثرات داره. فجاءته احداهما، آمد به پیش موسی علیه السلام یکی از دو دختر. تمشی که راه میرفت، چی رقم راه میرفت؟ زنای ما واری که ساجق پڑک کشا میکشه، علا استحیاء، بسیار به حیا و وزن و وقار، با وقار میبره. زن که میگرده با وقار باید باشه، کسی کج برش سیکر نتانه. الله متعال یک رعب در چی انداخته؟ در قلب کسایی که در زنی با حجاب سعی میکنه، الله رعب درش انداخته. زنی با حجاب کسی ادنا وارسی نمیکنه. زنی که خنده و مذاق هم میکنه، میکای خدای تر میکنه، باز از پیشش بچه چی میکنه؟ فلاق میکنه، باز در پالیش چش میکنه. بیتور زن با وقار باشه، به حیا باشه. مردم میفهمه که از جمله کوچکشتا نیست، از او مردما نیست. حیا اینی طور چیز است. امروز ببینه گشت و گذاری ما را، خواهرای ما بدانه که گشت و گذاری ما در بازار، خصوصا در بازار، خصوصا در کدام راه که تو میری چی رقم باشه. قصه را شروع کرده خنده مذاق یاهوی، نه شرم نه حیا مردم است. کل بچه ها مردم به تو متوجه باشد موتر. چرا اینطور میکنی؟ موبایل کشیده شد ترنگ ترنگ ایت. او خواهر چی میکنی؟ چی ضرورت داری؟ به استحیا سفر بکو، رفتار بکو، گشتار بکو. قرآن برید درس میده. قالت این بیدعوک لیجزیک. دختر میگه به موسی علیه السلام پدری من تو را دعوت داده که پاداش بده تو را، اجر ما سقیت لنا، پاداش آن چیزی که تو نوشان دیرمه ما را. الله اکبر. مردمان نیک یک عمل نیک احسان کسی را نمیگذاره. رسول الله صلی الله علیه و سلم همینطور بود. کسی که قطش نیکی میکرد نمیگذاشت تا که باز در مقابلش نیکی نکنه. امروز مردمای ما چی؟ خب مردم هم میبینه که نیکی که در ایسته، هنوز هم یک لقبی چی را؟ ابله و احمق سرش میمونه، میگه نمیفهمه. خب زدن از پیشش کردم. او از بیچاره از احسان خود کار میگیره، ای او را ابله میگه نعوذ بالله. فلما جاءه، هرگاه که آمد در پیش همی مردکه موسی علیه السلام، و قص علیه القصص، بیان کرد حالات خدا که من فلانیستم، در فلانی جای بودم، اینی طور واقعات شده، ما زیر تعقیب فرعون هستم. قال، مردکه برش میگه لا تخف، نترسی، نجوت من القوم الظالمین، نجات یافتی از قوم ظالم. این منطقه در قلم روی حکمتی فرعون نیست، بالکل مطمئن باش، دیگه خلاص شدی. کی بوده می شخص؟ زیاد علما نوشته کرده که شعیب علیه السلام است، لیکن این قول ضعیف معلوم میشه به خاطر که شعیب علیه السلام قبلا وفات کرده. یک دوم، این قدر وقت موسی علیه السلام قطع شعیب علیه السلام تیر کرده، خامخا تذکری نام شعیب علیه السلام الله یاد میکرد، گفتارای شعیب علیه السلام، نصیحتای شعیب علیه السلام به موسی علیه السلام بعد بیان میکرد. نه، از او خاطر قولی راجی است. امام طبری رحمه الله میگه که نام شخص قرآن ذکر نکرده، لیکن آدم نیک بوده، بس یک آدم نیک است، خلاص. دو دختر داره، خلاص. خب آدم است، متدین آدم است. قالت احداهما یا ابت استاجره، کمالاتی مشخصاتی را که در کسی دیدی او را بیان کرده میتونی. دختر اگر مشخصات یک جوانه در خانه در پیش پدر بیان میکنه، پدر و مادر او را تهدید نکنه که خو حالی اراده داری که امو را بگیری، چشما را سرش میکشه. این دختر مشخصات موسی علیه السلام دیده و چشم سر به پدر خود بازگو میکنه و اشاره به این میکنه که کسی در یک وظیفه مقرر میشه، دو صفت ضروری است. هر کسی که در یک وظیفه، یکی اهلیت داشتنی وظیفه را، قابلیتی وظیفه را از عهده کار برآمده بتونی. دوم امین باشی، امین. خب آدمی کامپیوتر کار هستی، لیکن
8 بجه آذریست 11 بجه میایی 11 بجه هم دروازه را بند میکنی چیسته چی برش میگه ملازم خدا میگه برش بگو که جلسه داره برش بگو که جلسه داره 3 دقیقه بعد بر کلمه برای 100 نفر استاد است دماز امضاگه کی بردکه امین نیسته گاهی از این طرف میزنه گاهی از این طرف ملک پیش نمیره کار وظیفه پیش نمیره ده هر وظیفه 2 صفت ضروری است قابلیت دوم امانت امروز قابلیت های بعضی در ارگانا بعضی مامورین خیلی زیاد است 40 سال کار کرده در وزارت مالیه افرادی است که کامپیوتر برش شاگردیم نمیتونه در محاسبه لیکن امانت هست خوف الله نیست امانت از کجا پیدا میشه خوف الله عقیده به آخرت که عقیده داشته باشه که قطعا محاسبه میشه بالکل ببینی عالی چی میگه قالت احداهما گفت یکی از همی 2 دخترایش یا ابت پدرجان یا ابت پدرجان در بین خانه باید در بین اولاد پدر و مادر بسیار کلمات صمیمیت آمیز و محبت آمیز استفاده شود پدر مادر نگو پدر جان مادر جان پدر و مادرم اولاده همینطور خیلی بچی شفقت آواز بده یا ابت پدر جان استاجره ایرا نوکری بگی این خیر من استاجرت یقینا بهترین کسی را که تو به نوکری میگیری کی است القوی و شخصی باید که قوی باشه توانمند باشه از عهده کار برآمده بتانه قابلیت داشته باشه الامین و امانت دار باشه که وظیفه را بدون خیانت در سر برسانه دختر میگه که بله هم قوت و امانت از این مرد که من تجربه کردم اینطور دخترها بود اینطور دخترهای هوشیار بود چقدر متوجه شده قوت شدیده که در وقت کم گرفت رمی از یار او داد بعضی مفسرین نوشته میکنه که از چاه آب میکشیدن در وقتی که دولچه را میکشید موسی علیه السلام قوتش دختر مشاهده کرده بود امانتش دیده بود که وقتی پس در خانه می آمد موسی علیه السلام دختر را گفت پشت سری ما بیا ما پیش میشم از پشت سر هر جایی که ما راه را خطا میکردم قطیریک بزن برای ما بگو که این طرف امانتش عزیزه اتو نکو که دختر تو پیشو که حالی کوری پایش هم سعی کنه پنجه پایش هم سعی کنه حرکتش هم سعی کنه نه مرد امانت داری تو است در صدات بری تو یا نه ای بچه جوان دختر میبره از هر کس کی است لیکن اینطور فکر بکو که همشریت برآمده اینطور فکر بکو که مادرت برآمده همینطور عزت برش قائل شد پشت خط و خال شالی تو سعی نکن چشمت پایین بنداز در سوری نور تیر شد و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم پایین بندازه نظرهای خدا ای ادب است برای ما تو این مناسب است جوان سنگینی با حیا باش که مادرت یک دفعه محض نیمه گپ در خانه یاد کنه و مردم بگه که چه وقت قند میبری الا بیا دستمالش بگی و طور زندگی بکو جوان امی قسم دختر با وقار با حجاب بگرده دختر که چرغکی دروازیت او شوه چرغکی دروازیت ایطور دل و دل بازی شوه که پرسان نکو یکی میگه نه برما یکی میگه برما تو تمام روز در لیسه مریم میگردی چند سال هستی خواهر 40 ساله هستم خواستگار نامده نه نامده خود نامده تو کلی عمرت باز بعد از او میره در پیش چی جادوگرا که الان بخت بسته است یک بلک پیسهش جادوگرا میگیره بختا را برش اعلام میکنه باز خبیث پیدا میشه کی پیدا میشه که 2 روزی را نگاه میکنه روز سوم در این طور آتش میگیره شکی پرسان نکنه این کلش درساس برای ما و شما قال اینی اريد ان انکحک مردکی متدین میگه من اراده دارم که به نکاح بدم تو را موسی علیه السلام مشخصاتش مردکه دید اینطور فکر کرد که این مردکه مزدورکار نیست مزدورکاری نیست این مردکه لیاقت از این داره که باید قطعا بالکل شریک زندگی شوه از او خاطر پیشنهاد دختری خودم میکنه قرآن کریم برای ما یاد میکنه که بله آدم متدین صاحب قدر و منزلت اگر دیدی که از نگاه اخلاق و دین یقینا مقام داشت بالکل دختری تا بدون طلبی از او پیشنهاد کو تو برش پیشنهاد کو سعید ابن مسیب رحمه الله دختری خود با شاگرد خود پیشنهاد میکنه
زنش وفات کرده بود بعد از او. یک پیغمبر علیه السلام زنش حفصه رضی الله عنها دختر عمر رضی الله عنه است. زمانی که بالغ شده اول پیشنهاد عمر رضی الله عنه به ابوبکر میکنه. سن حفصه و سن ابوبکر بسیار تفاوت داره، لیکن کمالاتی که در ابوبکر رضی الله عنه است، منزلت و مقامی که ابوبکر رضی الله عنه در امت داره، عمر رضی الله عنه میخواهد دختر خود هم در اوتر خاندان مرتبط بسازه که از او برکتایی که به ابوبکر رضی الله عنه است حفصه رضی الله عنه چی شوه؟ بهرمند شوه. ابوبکر رضی الله عنه رد کرد. با عثمان رضی الله عنه پیشنهاد میکنه، چرا میبینه که صاحب حیا صاحب کمالات عثمان رضی الله عنه است، او هم رد کرد. چرا هر دو رد کرد؟ هر دو از اراده رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر و عثمان رضی الله عنه خبر بود که پیغمبر اراده نکاح حفصه را داره، از او خاطر وارد کردن. این تو رد نکرده که ما قبول نداریم. میفهمیدن که رسول الله نکاح میکنه. بعد از او عمر رضی الله عنه بر رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنهاد میکنه. برای ما درس عظیم شد. بله، شخص متدینه که دیدی دختری خدا پیش کردن عیب نیست، نقصان نیست، عین هوشیاری و کمال درایت و عقل مندی است. با جای از که دختری تا اینطور قمارباز ببره که سبا روز جنجال است، هر روز دختری لط خورده، جان یک دم سوز گشته، در روزی 10 طلاق برش میده، از خانه بیرون کشیده، نعوذ بالله کارایی میکنه. در این کابل چیزایی هست که گفته نمیشه. خلاص این عیب نیست. در افغانای ما خصوصا در این مسئله خواستگاری تاجیکای ما خیلی زیاد چین و ماچین یاد داره. کاکای شبیبی، مامای شبیبی، شوی خاله شبیبی، مردکه. باز پشتونا در این گپ بسیار خوب است. کمی رفتی دمو بیگا میگه زه در میکنه خلاص. لیکن باز دیگه بگوه نه خونیش میمانه دیش خشک میکنه از او داماده، نه بگوه آبی بدنشه میچوششه. برش میگه پرت مفت خونه ده داماغه تکڑه